هویت ما نوع رفتار ما تو زندگی و پیشبرد اون رو میسازه. اگه میخوایم که هر چیزی از زندگیمون رو تغییر بدیم، باید اول هویتمون رو متحول بکنیم. هویت ما پایه و اساس کارهایی هستش که ما انجام میدیم و اون کارها باعث تغییرات میشن، حالا چه تغییرات بد چه تغییرات خوب. اما اصلا با هم صحبت بکنیم که تغییر هویت و متحول کردن اون یعنی چی. تغییر هویت ما اینه که ما رویکردمون رو از حالت پیش‌فرض به حالت درستش تغییر بدیم. حالت پیش‌فرض میگه که من فلان چیز رو میخوام، پس باید فلان کار رو انجام بدم. اما حالت درست میگه که من فلان چیز هستم، به همین دلیل من فلان کار رو انجام میدم. این چیزیه که همه جا توی زندگی استفاده میشه، نه فقط توی ترید. اگه بخوایم مثال تریدش رو داشته باشیم، میگیم که مثلا من میخوام سوده بشم، پس باید مدیریت ریسک داشته باشم، که باید تغییرش بدیم به من تریدر سوده هستم، پس مدیریت ریسکم رو همیشه انجام میدم. طبیعتا این به همین راحتی که من بهتون دارم میگم نیستش، که مهم اینه که شما بتونید اون رو دقیقاً حس بکنید و در درونتون اون رو بیدار بکنید. برای خیلی از افراد عموما این به صورت پیش‌فرض وجود داره، یعنی بعضی اصلا ذهنیتشون این شکلیه وقتی بزرگ میشن. حالا ممکنه تاثیرات کودکی باشه، ممکنه خانواده خوبی داشتن، اما برای خیلی‌های دیگه اون باید ساخته بشه. شما احتمالاً باشگاه ثبت نام کردین، ورزش کردین و یا دارین الان انجام میدین. عموما ما پسرا وقتی که میریم باشگاه ثبت نام میکنیم، ذهنیتمون یه چیزه: من میخوام بدنم خوب بشه، پس باید برم باشگاه. اما بعد از یه مدت خب تو بدن تقریبا خوب میشه، در واقع میگی من بدنم خوبه، پس میرم باشگاه نگهش دارم. خیلی از شما افرادی هستین که از سالها قبل باشگاه میرفتین و هنوز هم دارین میرین. حالا آره رونی کولمن نشدین، آرنولد نشدین و هم قرار نیست اون افراد بشن و هیچ موقع هم ممکنه نشین واقعا، اما هنوز دارین میرین باشگاه. شروع کردین به دوندگی برای اینکه مثلا نفستون قوی شه، اندامهای داخلیتون قوی بشه، اما همچنان میرین انجام میدین. وقتی یه چیزی میره جزوی از هویت شما میشه، جدا کردن اون از هویت شما خیلی سخته و برای اکثر افراد اصلا نشدنیه این موضوع. همونطور که کودکی ما و یا افرادی که ما باهاشون رفت و آمد میکنیم هویت ما رو میسازن، تو ترید هم تقریبا همینجوری. افرادی که ما اونا رو یه جورایی الگو قرارشون میدیم، اون هویت ما رو میسازن. توی یکی از اولین دوره‌های آموزشی که من شرکت کردم تحت عنوان آکادمی ویو، استاد این مجموعه عقیده‌ای که داشت این بود که شما باید روزی 3% بگیرید و اینجوری تا آخر سال میلیونری. مثلا میگفتش که یه تریدر خوب 6 ماه وقت نیاز داره و یه $100، چون رو هر $100 هی 3% هر روز میگیره و شما تا آخر سال برفرض میلیونری. حالا یه سال بعد، 2 سال بعد، هر سال. اکثر مواقع هم خودش اصلا استاپ نمیذاشت، که البته میگفت من اول با استاپ سوده شدم، بعد استاپ رو برداشتم. برای همین شما استاپ رو بذارید، که همیشه برای من این سوال بود که اگه سوده شدی خب چرا استاپ رو برداشتی؟ خب همون رو ادامه بده دیگه. خب سوده. بیشتر مواقع ترید هایی هم که میزد همشون حجمای سنگین بود و حالا این حجمایی که سنگین بود، یعنی تو این ترید ها وقتی که میرفتی پی میخورد، سود زیادی میگرفت. و یا مثلا صحبتایی که میشد از قطعیت در مارکت و عموما این صحبتایی که الان بهتون گفتم چون به مذاق همه خوش میومد، همه حال میکردن، از جمله خودم. مشکل این داستان این بود که این تو ذهنیت شما شکل میگرفت که پس ترید به این شکله. وقتی که خودت این کار رو انجام میدی، در دراز مدت همین اتفاق میافتاد. یعنی این کارها عموما میرفت جزوی از هویت تو میشد، جزئی از اون هویت تریدری تو میشد. حالا شاید اون لحظه آدم متوجهش نشه که این هویت من داره تغییر میکنه. یعنی من ممکنه به یک سمتی برم که بعداً خیلی سخت ممکنه من بتونم ازش جدا بشم و تریدر بشم. Ralph, we get it. But we can't change who we are. And the sooner you accept that, the better off your game and your life will be. Hey, one game at a time, Ralph. یعنی خود منم همین بودم. من آدمی بودم که اصلا استاپ نمیذاشتم و اعتقادی نداشتم و این جزئی از هویت من بود. یعنی خیلی زمان برد تا بتونم این هویت رو عوض کنم. یعنی اصلا از یه زمانی من سعی کردم استاپ بذارم و اصلا پدرم در اومد همون موقع. بعد خیلی داغون شدم تا بالاخره فهمیدم که اصلا قطعیتی تو مارکت وجود نداره. خیلی زمان برد تا فهمیدم تمرین الکی بی هدف یا دیدن یه ویدیو مثلا 40 بار هیچ فایده ای نداره. همه اینا جزوی از هویت من بود، چون اینها تو اون مجموعه‌ای که ما حالا تمرین می‌کردیم حالا به خورد ما داده شده بود. فقط هم همین دوره نبود و خیلی دوره‌های دیگه هم بودن. یعنی اکثر دوره‌ها همین شکل هستن. شما نگاه بکنید افرادی که ترید آموزش میدن، ببینید چه شکلی هستن، چه چیزهایی میکنن تو ذهن شما. و عموما موارد مشابه زیادن که باعث ایجاد هویت غلط در درون ما میشن و باعث میشن ما هیچ وقت اصلا به سوددهی نرسیم. خیلی از اونها، یعنی افرادی که با من تو اون انجمن بودن یا الان هستن، حتی شاید میتونستن تریدرهای خوبی باشن، اما وقتی هویتشون اینجوری دستکاری شده، اصلا به راحتی امکان تغییرش وجود نداره. و شما نگاه بکنید درصد زیادی از همین افراد اصلا حتی یه برداشتم از پراپ نزدن و اصلا نمیتونن سمت پراپ برن، چون ذات پراپ اصلا این که استاپ نذاری نیست.
باید استاپ بذاری شما، وگرنه همون روز اول ممکنه فیل بشی پراپت. پس می‌بینید به همین راحتی یه نفر میتونه زندگیش عوض بشه و به اون مسیری که شاید براش خوب بود ممکنه نرسه هیچ وقت. معمولا این موارد گریبان تریدرهای تازه کار رو خیلی میگیره. یادتونه یه بار یه هرم رو کشیدم براتون صحبت کردم که پله پله چجوری تریدرها میرسن به اون بالا. شما باید به اون مرحله واقع بینی برسی. وقتی که به اون مرحله واقع بینی میرسی میبینی که چقدر اصلا من هویتم مشکل داره، من باید هویتم رو عوض بکنم تا بخوام به اون چیزی که میخوام برسم. بعد تازه متوجه میشی اصلا کار راحتی نیست هویتت رو تغییر دادن. مثلا شما فرض کن 1 سال 2 سال اصلا استاپ نمیذاری، حالا میخوای یهو استاپ بذاری، اصلا امکان پذیر نیست برای شخصی. یا مثلا بیا بگی که من حجم مشخص درگیر میکنم، مثلا 1%، مثلا 0.5%. نمیتونی یه همچین کاری به راحتی انجام بدی، چون تا دیروز وقتی که مثلا حساب $2000 داشتی مثلا 5 لات ترید میزدی، حالا کسی هم بهت چی نمیگفت، الان نمیتونی یهو این کارو بکنی و این جزئی از هویت شما شد. بعد از اینکه شما این واقع بینی رو متوجه شدین، شما باید سعی کنید یعنی اون هویتتون رو عوض بکنید. خوشبختانه راههای وجود داره، یه جورایی میانبر هستن و باعث میشن که شما سعی بکنید اون هویت رو یه جوری راحت‌تر به خودتون بقبولونید. این برای وقتیه که شما فهمیدی یه مشکلی هست و میخوای تغییرش بدید، چون تو وقتی که مشکل رو قبول نداشته باشی تغییر دادن هویت معنی نداره. مثلا همین الان اگه من به شما میگم استاپ نذاشتن اشتباهه، حجم مشخص درگیر نکردن اشتباهه، اگه اینو خب قبول نداشته باشی خب کاری نمیشه کرد. هویت شما اینه، فعلا باید به اون واقع بینی برسی تا اینکه بعد بفهمی که باید هویتم رو تغییر بدم. وقتی که شما این موضوع رو میفهمی، یعنی به اون واقع بینی میرسی و میفهمی که هویتت رو باید تغییر بدی، میفهمی تازه بازم سخت‌تره تغییر دادن هویت. مثل ترک یک عادته، چون قبول کردن یک موضوعی مثل این که مثلا من هویتم مشکل داره اصلا برای ما آدما سخته، و مخصوصا ایرانی‌ها، خاطر اینکه ما عموما مغروریم، بیشترمونم انتقاد پذیر نیستیم، تیتیش مامانی هستیم و نمیتونیم قبول بکنیم که اصلا یه مشکلی تو من وجود داره، پس باید حلش کنم. آقای زدی زنگ بزن اجرا یه مأمور بدون بردار. تو رو قرآن مجید زنگ نزن. یه آبیات مأمور ببر. باش برو بیرون، سرسره نکن. سرسره نکنم برای چی؟ حرف نزنم حقم بخورن. برو بیرون آقا. چت آقا، چت دارم میرم. خیلی خوب. نه این بار دیگه از این خبرا نیست آقا. من چیزی واسه باختنم، این مشکل اینه که من نمیتونم مثل آقا حرف بزنم. من سری جوش میارم، نمیتونم صحبت کنم. برو بیرون. نکن این کارو. مثل خیلی کارهای دیگه که نمیتونیم انجام بدیم، مثل اینکه نمیتونیم معذرت خواهی بکنیم درست، مثل اینکه نمیتونیم بگیم مشکل از منه، نمیتونیم همدلی بکنیم. همه اینا جزئی از هویت ما هستن. اما خب بعضیا برای موفقیتشون همه کار میکنن، هر سختی معقولی رو تحمل میکنن. من 2 تا راه رو متوجه شدم که باعث میشه اون جرقه تغییر هویت توسط اونا تو ما زده بشه. اولیش تغییر دادن محیطه. یعنی مثلا الان داشتی توی اتاق ترید می‌کردی، الان یه جای دیگه ترید کن، توی اتاق دیگه ترید کن. اگر امکانش رو نداری، یکم خلاقیت به خرج بده. تو همون جایی که داشتی ترید می‌کردی یکم تغییرات بده، میز جابجا کن، اینوری کن اونوری کن، یه سری آیتما قرار بده تا هویتت بره به سمت اون شخصی که می‌خوای باشی. تغییرات این شکلی باعث میشه که تو ذهنت، یعنی به خودت بقبولونی که من می‌خوام عوض شم، که این باعث میشه که مرحله تغییر هویت رو آسان‌تر سپری بکنیم. کار دیگه‌ای که ما باید انجام بدیم نحوه صحبت کردن با خودمونه که اون رو باید اصلاح بکنیم. هر نوع صحبتی که شما تا الان داشتین با خودتون می‌کردین، منظورم اون صحبت‌های درونی که درون ذهن رخ میده، باید اونا رو تغییر بدی تا با هویت جدیدت هماهنگ بشه. اول ویدیو تا حدودی بهش اشاره کردم. برای این کار اول باید بفهمین که پترن صحبت شما چجوریه. مثلا من به عنوان یک شخص چجوری با خودم حرف میزنم وقتی که مثلا تریدام استاپ میخوره، وقتی که حالا حسابم کال شده، چی میگم به خودم، اون چیزی که یعنی تو ذهنتون میگید به خودتون چیه. پترن عمومی که وجود داره در رابطه با اینکه ماها چجوری با خودمون حرف میزنیم، حرف زدن منفیه. یعنی همیشه تو ذهنمون منفی حرف میزنیم با خودمون، که اینا همه از دوران کودکی و نوجوانی ما سرچشمه میگیره و افرادی که با ما بودن و با همون اینجوری حرف زدن که این تاثیرات رو رومون گذاشته. برای همین هم هستش که اصولا والد بودن فقط به معنی تولید مثل کردن نیست، چون شما میتونی با نوع حرف زدنت یه شخصی که هیچ گناهی اصلا نداره رو باعث بشه هویتش رو یه کاری بکنی بره به سمت یه هویت بد، چون تو اون برهه زمانی مثلا از کودکی، نوجوانی، جوانی اون هویت اون شخص داره ساخته میشه و وقتی شما اون رو به هویت بد تبدیل میکنی، اون هویت جزئی از اون شده و وقتی که شخص بزرگ میشه اصلا تازه گیرش میندازه اون هویته. برگردیم سر صحبت خودمون. انواع حرف زدن تخریبی همیشه اینجوریه. بازم خراب کردم، نه من این نیستم، نمیشه، نمیتونم، چرا همش دارم اشتباه میکنم، چرا اینقدر من ساده‌ام، چرا اینقدر من تنبلم، چرا اصلا باهوش نیستم. این جمله ها رو باید به نوع جدیدش تبدیل بکنیم.
اشتباه کردم اما این بار میفهمم و اصلاحش میکنم. یا مثلا به جای اینکه بگی سخته نمیتونم و تموم کنی اصلا ول کنی بره، این بار بیای بگی مثلا سخته اوکی اما تلاشمو میکنم، به نظرم قابل حل میاد. خیلی‌ها میان خودشون رو مثل یه دوست خطاب میکنن. مثلا اگه شما یکی از دوستات یه اشتباهی بکنه، کال بشه، $1000 از بین بره، به شما بیاد اینو بگه، شما بهش چی میگی؟ میگی چرا کال شدی؟ آخه چند بار آخه همش داری کال میشی، بابا هیچی حالیت نیست. اینو نمیگی دیگه. شما اگه دوستش باشی اینو نمیگی، میگی حالا عیبی نداره، فدا سرت، بیا ببینیم مشکل از کجا بوده، مهم اینه مشکل رو حلش بکنیم. همین بحث شما میتونی با خودت تمرین بکنی. این کاری که شما میتونی انجام بدی و متاسفانه ما اینو برای بقیه انجام میدیم اما برای خودمون انجام نمیدیم. واقعیتش اینه که تغییر هویت سخته، نه تنها توی ترید بلکه تو کل زندگی. یعنی همونطور که تو کودکی هویت ما به واسطه اطرافیان ما ممکنه مثلا بد ساخته شده باشه، همونطور هم تو ترید به واسطه اساتیدی که از احساسات شما سوء استفاده میکنن برای اهداف خودشون میتونه لکه‌دار بشه. امیدوارم شما هم بتونین هویت خودتون رو عوض کنین و یک قدم به موفقیت نزدیکتر بشین. مرسی از شما.